سلام شاگردانی عزیز. چنانکه که شاعر فرموده است زهر بادا شیری مادر بر کسی که زبانی مادری گم کرده است. بنابراین بچه ها زبانی مادری خودتان رو باید خوب نقص دانیدن. اگر زبانی مادری خودتان را خوب ندانید دیگر زبانها رو از خود کردن نمیتوانید. درس زبانی امروزه ما جانشینی نفسی تأکیدی است. چون که شما علاقه درباره جانشین ها معلومات دارید، میدانید که جانشین حصه نطق است که به جای اسم صفت و شماره می آید. امروز ما با همراه شما درباره جانشین نفسی تأکیدی معلومات پیدا می کنیم. جانشین نفسی به شخص اشاره می کند که اجرا کننده عمل می باشد. واژه خود و مرادفای آن خیشتن جانشین نفسی به شمار می روند. مثلا من هم در حوله سیاره چون در خانه خود به ملال زیستن گرفتم. آرزومند دیاری خیشم و یاران خیش در جهان تا چند کردم بی سر و بی پا غریب. خب چنانی که اشاره کرده شده است در جمله یکم جانشین خود همچون جانشین نفسی تأکیدی به شمار می رود و در بیت دیگر جانشین خیش همچون جانشین نفسی به حساب می رود. جانشین نفسی خود بیشتر با اسم و جانشین های شخصی آمده آنها را تأکید می کند و یا صاحبیت را بیان می نماید. مثلا آمدی یا بی تو نانی خیش را، زنده داری خورد جانی خیش را. در بیت زیرین جانشین خیش صاحبیت را ifade کرده است. در جمله دیگر بچه با ادب و دانا هیچ وقت خود را تعریف نمی کند. در این جمله باشد کلمه خود همچون جانشین نفسی استفاده کرده شده است. جانشین نفسی با بندل جانشین هم آمده می تواند. مثلا خودم خودمان، خودت خودتان، خودش خودشان. یعنی در کلمه های زیرین جانشین نفسی خود با بندل جانشین ها آمده صاحبیت را ifade نموده است. جانشین شخصی و نفسی در جمله همراه آمده می توانند. مثلا سرزمین ما خود از آثار او سر می شود، این زمین با او و دنیای برابر می شود. چون که شما دیده ایستاده اید اشاره شده است جانشین شخصی ما و جانشین نفسی خود یک جای آمدند. خب اکنون بچه ها کمی باشد هم شما درباره جانشین نفسی تأکیدی معلومات پیدا کردید. اکنون به شما سپارش داده می شود متن را از یاد می کنید، کلمه خود را در جمله با بندل جانشین می آرید. هر کسی را بهر کار ساختند، میل آن را در دلش انداختند. دست و پا به میل جنبان کی شود، خار و خس به آب و باد کی رود. گر ببینی میل خود سوی سما، پر دولت برکشا همچون هما. یعنی قطعه شعری را شما میخوانید، جانشین های نفسی تأکیدیش را پیدا میکنید و با بندل جانشین میآرید. خب همچنین اجرای مشق 249 را از کتاب درسی پیدا نموده اجرا میکنید. خیر بچه ها تا درسی آینده.